مسئله زادروز سبکتر است. مسئله زادروز، جشن گرفتن زادروز، بعضی علما اینم عادت نصرانی ها و غیر دین ها هست و من تشبه بقوم فهو منهم گفته سخت گرفتن، یعنی کسی که مانندی به قوم کند او از آنها هست گفتن. و بعضی علما گفتن که این یعنی که عادت هست گفتن، جشن گرفت هیچ گپی ندارد گفتن، اینا سبک گرفتن. اونایی که سخت گرفتن گفتن که این عادت از آنها آمدگی هست و اصلا مسلمان یعنی روزی تولدش رو جشن نمیگیرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتبه در حیاتشان با سالشماری میلادی یا هجری روزی تولدشان رو یادآوری نکردن، فقط روزش گفتن من در این روز تولد شدم، گفتن روزی دوشنبه من در این روز تولد شدم بنابراین روزه میگیرم گفتن. با وجودی همین یگان آدم مثلا در روزی جمعه تولد شده باشد یا روزی شنبه تولد شده باشد، برای او مشروع نیست که من در روزی جمعه تولد شدم منم روزه میدارم نگوید. روزه رو به روزی تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی روزی دوشنبه گیرید اگر گرفتنی باشد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان بار نگفتن که من روزی نهم ربیع الاول تولد شدم، امروز یک روزی تولدی من است به 40 در آمدم یا به 50 در آمدم، گفته یگان بار یادآوری نکردن. بنابراین جشن گرفتن روزی تولد از ما نیست گفتن. بعضی عالمان گفتن که این جشن دینی نیست و این کسی که اجرا میکند با نیتی ثواب و با نیتی تقرب به سوی الله تعالی من با این جشن گیریم نزدیک میشم گفته نمیکند گفتن. مادامی که اگر در این جشن مثلی یعنی غیر دین ها عمل نکند اجازت هست گفته سبوک گرفتند. و بعضی علما گفتن که من نه نکن هم نمیگویم، یعنی جشنت را قید کن هم نمیگم، قید نکن هم نمیگم و خودم قید نمیکنم گفتم. یعنی این مذهبی میانه تر هست. به هر حال بهترین راه و روش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و راه و روش صحابگان و تابعین، آنهایی که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در عصر ایشان و آن عصرهایی که عصرهای طلایی نامیده میشد پیروی به آنها بهترین راه است که آنها جشن نمیگیرند. بعد کجاش جشن گیریم؟ وقتی که یک سالتان سپری شد غمگین شوید، وقتی که به سن 35 در آمدید دیگر شما 1 میلیارد 10 میلیارد اگر صرف کنید 34 ساله نمیشید. به سن 40 در آمده باشید دیگر تمام دنیاتون اگر خرج کنید که شما دیگه 30 ساله یا 39 ساله نمیشید. این مصیبت است. روزها که گذشت، هر روزی که گذشت یک قدم به حیات آخرت، به خانه آخرت، به قبر نزدیک شده. چی جای خرسندی دارد که شما جشن گیرید و باز عرق نوشید و باد خسته به هم دیگر با عرق ها رو. اونایی که جشن یعنی که میلاد میکنن همین عمل هایی که غیر دین ها اجرا میکنن عیناً همون اجرا میکنن، شمع در میگرانن، همدیگر رو تبریک میکنن، عرق نوشی میکنن، یعنی عیناً همون عادت ها رو اجرا میکنن. به هر حال یعنی که مسئله جشن گرفتن میلاد شخصی خود که همچون دین و همچون ثواب نمیداند حکمش سبکتر است از جشن گرفتن تولد حضرت عیسی علیه السلام که این را در دین نصرانیت یک بدعت و خرافات دینی آنها هست، مربوطی به دین آنها هست، اگرچه از آسمان نه آمده است.